توی تصویر دو تا مشکل وجود داره. یکی اینکه پروفیل ها به هم نرسیده که راجع به اون صحبتی ندارم که نصابش نصاب ماهری نبوده و از این نصاب های توی دیوار بوده. ولی مشکلی که راجبش میخوام صحبت کنم اون دون های کنار لاینره که اگر دقت کنید رد پیچ و بتونش مشخصه. چرا پیچ و بتونه شده؟ پروفیل توی بازار دو جور وجود داره. یکی پروفیل های فنرخور که کنافی هن و یکی پروفیل های کنافی غیر فنرخور که باید پیچ بشه به سازه کناف و سازه ساپورت. این از این مدل پیچی استفاده کرده. اما پارچو با این پروفیل های فنرخور کنافی که زده شما دیگه هیچ مشکلی برای پیچ کردن ندارید، بتونه کاری مجدد ندارید، کناف کارش رو انجام میده، نقاش کارش رو انجام میده و آخرین مرحله پروژهتون میتونه این لاینر بشه. نکته مهمی که وجود داره اینه که توی بازار اینها به صورت فشاریش هم هست غیر پارچه‌هاش، ولی پارچه اومده اینها رو به صورت کشویی زده که به هیچ عنوان این در نمیاد. یعنی من تا صبحم اینو بکشم در نمیاد.